درود و عرض ادب. در این کلیپ میخوام راجع به اصطلاح سندروم اردک با هم دیگه صحبت بکنیم. اصطلاح سندروم اردک توسط پژوهشگران دانشگاه استنفورد بعد از خودکشی چند تا دانشجوی این دانشگاه ادعا شد. اگه به شنا کردن اردک در آب توجه کنیم، ما تنها قسمتی از بدن اردک رو میبینیم که با آرامی و روی آب در حال حرکت، در حالی که متوجه تقلای بیش از حد اردک در زیر آب نمیشیم. دانشجویانی که هم خودکشی کرده بودند تصاویری شاد یا نقل قول‌های امیدبخش از خود در فضای مجازی منتشر می‌کردند که به ظاهر نشون میداد آنان بسیار شاد و خوشبخت هستند، در صورتی که در خارج از شبکه‌های مجازی و در دنیای واقعی با مشکلات روحی زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند. در واقع مبتلایان به سندروم اردک کسانی هستند که تلاش می‌کنند همواره تصویری شاد یا خوشبخت از خود در فضای مجازی نشون بدن، در صورتی که در دنیای واقعی با مشکلات روحی روانی زیادی مواجه هستند. اگر کمی به فضای مجازی دقت بکنیم متوجه میشیم که متاسفانه افراد زیادی در فضای مجازی علل خصوص اینستاگرام مبتلا به سندروم اردک هستند که به شکل افراطی سعی میکنن تصویری شاد و خوشبخت با گذاشتن فیلم از خوشگذرانی هاشون نشون بدن که این تصویری دور از واقعیت را به افراد نشون میده که تبعات روحی روانی و اجتماعی منفی برای جامعه به همراه دارد. هدفم از طرح این کلیپ این هستش که عرض کنم دنیای مجازی افراد را با دنیای واقعی خودتون مقایسه نکنید تا آرامش روحی روانی مضاعفی داشته باشید.